او تانران عادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 153 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. در این برنامه هم تلاش خواهم کرد که با ورق زدن یک کتاب قدیمی چند صد ساله به زبان ترکی، خطی و دستنویس و منحصر به فرد که پدران ترک ما برای ما و فرزندان آینده ترک‌ها در آینده به ارمغان و میراث گذاشته‌اند آشنا بشیم تا بتونیم در دیوار مهندسان جهلی که در 250 سال گذشته تلاش کردند و تلاش میکنند که هر روز دیوارهای زندان رو ضخیم‌تر بکنن، اون هم در ذهن ما، این رو درش سوراخی ایجاد بکنیم، حتی اگر شده درش یک شمعی در داخل تاریکی این مهندسی جهل ایجاد بکنیم و به تدریج این دیوارهای کلفت این مهندسان زندان مهندسان جهل رو سوراخ بکنیم و سری به بیرون از این زندان ببریم و جهان بیرون از زندان رو ببینیم. خب بریم ببینیم برای امروز شانسمون با کدوم کتاب یار هستش. بریم قسمت دانلود ببینیم که خب من فکر میکنم که ما در جلسه قبل لطیفه و دیوان تاج الدین احمد دیوانی رو خوندیم اگر اشتباه نکنم. بذارید ببینیم، لطیفه رو دیروز فکر کنم خوندیم یا بله دیروز لطیفه رو خوندیم. امروز میخوایم ببینیم که این تاج الدین احمدی دیوانی که 840 قمری نوشته شده، یعنی اگر بریم ماشین حساب رو شده، ولی ما برای اینکه بهتر اینو درک بکنیم تاریخشون رو باید یه نگاهی به متن بندازیم. این کتاب در 554 صفحه کتاب در 277 برگ شکل گرفته. نمیگم نوشته شده برای اینکه بعضی از صفحات خالی هست و بعضی از صفحات هم که میدونید جلده، در نتیجه اینها هستش. اینجا اومده کتاب تمام جلد به خطه. حالا اینجا اسم نویسنده رو نوشته بودن، نگاه کنید که یه نفر اومده سانسور کرده این رو، با یه چیزی پاک کردن. من به نظر هم میاد که با آب دهان و اثر انگشت این رو مالیدن و پاک کردن. اینجا مهر کتابخانه رو میبینیم که کتابخانه سلیمانیه در استانبول ترکیه نگهداری میشه. ظاهرا اینجا تعداد برگ ها 271 در 17 سطر هم در هر صفحه نوشته شده. الان میبینی که الان این ششمین صفحه است که خالی هستش. اینجا یک این آب رفتگی و آب، نگاه کنید، شاید هم عمدی باشه این قسمت، نگاه کنید، نه عمدی نیست. اینجا در صفحه های بعدی هم میبینید که کتاب به این زیبایی با این چیز رو متاسفانه چجوری از بین بردن. نگاه کنید اینجا آب ریخته و اینجا یک چیزی نوشته شده بوده که کاملا از بین رفته و اینجا البته یه چیزی هستش که اگه بشه خوند که من نمیتونم بخونم. اینجا دوباره با مهر واقف یا کسی که صاحب کتاب هست مواجه هستیم. دوباره اینجا 271 صفحه و سطر 17 سطر در هر صفحه، خیلی زیبا با عکس که با نقاشی که روی کتاب کشیدن. برای اولین باره که از مجموعه کتاب‌هایی که تا الان دیده بودیم این بهترین تذهیب کاری و نقاشی هستش که روی کتاب کشیده شده، ولی خب نمیشه خونده الان دیگه. این رو طلاکاری هم شده بوده احتمالاً، یا بالنگ طلا نوشته شده بوده خزانة السلطان. حالا برمیگردم ببینم که میتونم بخونم. نگاه کنید به چه زیبایی این کتاب با بسیار بسیار
هنرمندانه با رنگ آبی که رنگ ترک هستش نقاشی شده، ولی حیف که اون آبی که ریخته روی کتاب خیلی به این کتاب آسیب بسیار جدی زده. وقتی میرسه به حالا اینجاها یه چیزایی حتما نوشته شده بوده که من نمیتونم بخونم یا دیده نمیشه و از اینجا به بعد که شروع میشه ذکر المعد این خط رو من نمیتونم بخونم، مثل خط کوفی هستش یا خط چیز هستش، من این رو نمیتونم بخونم. حالا اینجا زیر هم یه چیزی بوده که احمد تاب الله ذراه که آب چیز نشده، مولانا و از اینجا به بعد ما چیز رو میبینیم. جالبیش به اینه که این کتاب ترکی هستش ولی صداگذاری شده، مثل عربی قرآن که ای نوشته میشه و تشدید گذاشته میشه و ساکن هم هست. اینجا هم همون کار کرده که من بهش میگم استاندارد کردن زبان در اون تاریخ، که به ما در این تاریخی که الان زندگی میکنیم به ما کمک میکنه تا بتونیم کلمات رو بر اساس اون صدایی که در اون زمان در می آوردن بتونیم بخونیم و باهاش بتونیم ارتباط بهتری برقرار بکنیم و بتونیم کلمات رو درست بفهمیم. در صفحات بعدی هم این آبرفتگی رو میبینیم. متاسفانه هنوز ادامه داره ولی خب صفحه ها قابل خواندن هست. میبینیم که تمامی اشعار و صفحه ها مصرع ها کادربندی شده. البته یک بیت کاملا، یک شعر کاملا، حالا غزل باشه هر چی باشه، کاملا در کادر قرار گرفته، ولی کادرها مصرع ها هم کادر دارن، یعنی یک مصرع از بیت، این شعری که 2 مصرع داره این در 2 کادر جداگانه اصلا قرار گرفتن. کادرهای اول، کادر اول آبی رنگه و رنگهای دیگر داره، ولی از کادر بعد این رنگها کم میشه و بیشتر حالت طلایی و آبی داره و فقط طلایی برای تیترهای اشعار به کار میره. و دوباره اینجا با نقاشی دوباره مواجه هستیم. خیلی زیباست واقعا این کتاب، بی‌نظیره. آبرفتگی اگر نداشت که باز هم از ارزش هنری و ارزش ادبی اون چیزی کم نمیشه، ولی خب به هر حال اون شلختگی کسی که این کتاب رو نگه می‌داشته رو نشون میده. بعض وقتا هم میبینی که کودکی در خونه هست بازی میکنه و لگد میزنه به آب میپاشه روی کتاب، که اینم دیگه چاره ساز نیست. البته کتاب‌های دستی، این کتاب مثلا گفتیم چند سال، 607 سال پیش نوشته شده. این کتاب به هر حال دستی هستش، خطیه و خطش هم منحصر به فرده. از دیوانی هم احتمالاً بهتر نوشته شده. آدم هر چقدر نگاه میکنه لذتش رو بیشتر میبره، یعنی حتی لذت چشم هم در اینجا نمایان هست. من حالا اینجا هم دوباره یه خطی روی اینجا کشیده شده که نمیدونم چی باید گفت بهش. من بریم حالا اینجا من یه صفحه اومدم که خیلی دیگه آسیب دیده، انگار علاوه بر آبرفتگی یه چیز سیاهی هم روی کتاب ریخته شده. و بریم صفحه همینجوری به سرعت، با یه سرعت بیشتری تلاش بکنیم تمامی صفحه ها رو ببینیم. صفحه هایی که آسیب کمتری دیدند خیلی بهتر دیده میشن و این هر از گاهی بعضی از اشعار رو بالاش یک حالت سردر گذاشته و البته نقاشی کرده، رنگ آمیزی کرده و در داخل اون هم یه چیزایی رو نوشته که بعضی جاها که طلایی هستش من نتوانستم بخونم، ولی حالا وقتی برگردیم با چند تا شعر رو بخونیم باهاش بیشتر آشنا میشیم با این وضعیتی که این کتاب داره. در این جا همونطور که میبینید بعضی جاها میبینیم که کلمات رو
یا بعضی از مصرع‌ها رو و صداگذاری ها رو به رنگ آبی انجام داده. اینم چیزیه که اینجا برای اولین بار میبینیم از رنگ آبی که فقط برای نقاشی در کتاب‌های قبلی استفاده میشد، برای نوشتن هم استفاده کرده و اتفاقا بهتر از رنگ قرمز هم دیده شد به نظر من. همینطور که میبینید کتاب رو داریم ورق میزنیم با سرعت بیشتری که بتونیم یه خیلی زیبا، خیلی زیبا. این کتاب هم زیبا نوشته شده، هم نقاشی های زیبایی داره، کادربندی بسیار دقیق و زیبایی داره. حالا به یه جایی رسیدیم که انگار یه امضا رو میخواستن اینجا کار بکنن، حالا نویسنده بوده یا نسخه بردار بوده یا هر کسی بوده و به یه نقاشی تبدیل میشه. 3 تا امضا هستش که به حالت یه نقاشی، احتمالاً یه خانم، حالت یه خانم داشته باشه که در باد ایستاده باشه، مثلا یه چنین چیزی رو هم میشه از تداعی کرد. باز هم اینجا میبینیم که دیگه بعضی از شعرها رو، اشعار رو، اون تیتر اشعار رو، نام اشعار رو با رنگ آبی دیدیم که نوشتن خیلی زیبا دیده میشه. من برای اولین باره که این رو میبینم، در خودم هم این کار رو نکرده بودم. البته ما دیگه مدت هاست که با خودکار آبی می نویسیم در بسیاری از گوشه های جهان. انسان ها با خودکار آبی می نویسن، در که ارزش اون آبی نویسی خودش رو نشون میده. کتاب خیلی زیبا، اوایلش که آب رفتگی رفته، البته در اینجا هم بعضی جاها دیده میشه اون اثر آب رفتگی، ولی تونستن کتاب رو نجات بدن. بخش بسیار مهمی از کتاب نجات یافته و از اون حتی آب گرفتگی هم خیلی اثر نمونده و تونسته که برای امروز ما به دست ما برسه. اینجا با جلد کتاب روبرو هستیم. نگاه بکنید، جلدی بوده خیلی زیبا و 4 تا بوده، در حقیقت زرشکی و وسطش طلاکاری شده. احتمالاً اینجا هم یک، حالا برمیگردیم اینو بخونیم، احتمال میدم که اینجا یک تاریخی برای ما گذاشته باشه. بذار ببینم اصلا میتونیم اینو بخونیم، ببینیم این کتاب در چه تاریخی کتبهو. حالا بذارید ببینیم، این بزرگترش بکنیم شاید بشه اینو خوند. این البته با خط طلایی نوشته شده و نور هم بهش خورده. وقتی اینو عکاسی میکردن احتمالا نور داشتن مینداختن که کتاب بهتر دیده بشه و این رفلکس کرده، منعکس شده و نور افتاده، در نتیجه بعضی از حروف خیلی خوب دیده نمیشه. کتبهو و تذهیب کرده. ذهبهو، بله ذهبهو یعنی تذهیب کرده. العبد الضعیف النحیف المحتاج الى ربه اللطیف. این رب رو یه کاری کرده که الى ربه، الى رو مثل لی که ادامه داره باید یه چیزی بهش بچسبه نمیشه و یه ر رو هم یه کاری کرده که چسبونده به اون، مثلا الى ربه اللطیف حامدا لله و مسلیا علی نبیه احمد ابن، حالا اسم خودش احمد ابن حاجی محمود الاقصرایی. امروزه اقصرای میگن، اقصرای با که نوشته میشه. اقصرای ما در لهجه آذربایجان اقصرای میشه. هر دوتا به معنی سفید، کاخ سفید هستش. اسم نویسنده پس کسی که این نسخه رو نوشته، نه نویسنده اصلی، شاعر نه ها، این کسی که این نسخه، این کتاب رو نوشته و این رو تذهیب کاری کرده، نقاشی کرده و اینها، اسمش هستش احمد ابن حاجی محمود اقصرایی. غفر الله لهما، هم به خودش هم به پدرش خدا رحمت بکنه. ولی جماعت المسلمین اجمعین،
وقد وقعدم من فی کتابهی، حالا وقد فرغ من کتابهی، از کتاب فارغ شد، از نوشتن کتاب. یوم الخمیس، روز پنجاهم، خمیس البته میتونه پنجاهم باشه، فی الخامس شهر شوال، در احتمالاً یوم کتابهی یوم الخمیس، روز پنجشنبه، فی الخامس شهر شوال، روز پنجم ماه شوال، المبارک العظیم، مبارک عظم الله قدره، فی عام، در چه سالی؟ فی عام 40 و حالا اینجا 840 و 800. حالا اینجا مجحیه، این چی هستش؟ این کلمه مبجحیه یا حالا هر چی هست، اینجا میشه همون چیزی که الان این بالا میبینیم، احتمالاً همین هستش. 40 میشه 40، 8 هم میشه 8 میشه. حالا اینجا 8 ترجمه کردم من، با 9 قاطی کردم. بذارید بریم گوگل ببینیم که اعداد رو بهتر از این که هستش درکش بکنیم. بذارید ببینیم اینجا اعداد به عربی. اینجا گفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بله 9 اون هستش. خب حالا اینجا پس 840 میشه. ما هم اینجا 840 رو نوشتیم و 840 رو نوشتیم. این کتاب اصل کتاب نیست، یک نسخه است از نسخه اصلی که این انسان شریف زحمت کشیده، این کتاب رو به خط زیبایی نوشته و نقاشی کرده، اما متاسفانه میبینیم که یه مقدار از بین رفته. حالا احتمالاً خود این کتاب سالها یا احتمالاً قرنها قبل از این نسخه برداری نوشته شده و حالا اونو بعداً میبینیم که به چه شکلی هستش. برگشتیم اینجا ببینیم آیا میتونیم این رو بخونیم. اگر بتونیم این رو بخونیم، این صفحه اول رو اگر بتونیم، لخزانة السلطان عظیم یا اعظم و الخاقان المعظم السلطان. حالا اینجا یه چیزی من میبینم که نمیتونم، سلطان یه قاب میبینم ولی این قاب نمیتونه اینجا. الاحمر رب چی العربی و العجم باسطی الامری. حالا اینجا یه فرمان هم میبینم، باشر العدلی یا ناشر العدل هم میتونه باشه، اول احسان. یه چنین چیزی اینجا هستش، احتمالا این برای الله نوشته شده. ناصر العزتی، بذار ببینیم اینو میتونیم. اینجا اسم دیوان احمدی، خط نسخ، سطر 19. اینجا زیر این کتاب رو خراب کرده دیگه، اومده داخل این دوباره روی نقاشی یه چیزی نوشته که حالا بذار ببینیم اینجا که آب رفته رو دیگه اصلا نمیشه خوند. خب از اینجا بگذاریم این دوتا تابلوی بعدی رو هم که تابلو نقاشی بسیار زیبایی هستن، اینها رو هم متنی یه چیزی نوشته شده اینجا ولی من نمیتونم بخونم. نقاشی رو هم یه جوری گرفتن که بخشی از کتاب هم نیفتاده. نگاه کنید اینجا
اینجا طرف سمت، البته شایدم من اینو اینجوری کردم، بذارید ببینیم. بله نه هستش، من این رو باید این ور بیارم. نقاشی واقعا از نظر زیبایی و رنگ‌آمیزی یک چیز منحصر به فردیه و من تا حتی کتاب هایی که در اویغورستان و در افغانستان و در دربار عثمانی کار شده، از همه اینها از نظر نقاشی رنگ‌آمیزی بالاتر و سرتره. اینجا میخواستم این تابلوی سر رو بخونم که باز هم اینجا خوانده نمیشه و صفحه رو بزرگ میکنم که شاید بشه. حالا نه اصلا خوانده نمیشه، یعنی نمیتونم بخونم. مولانا احمدی تاب الله سراه رو میشه خوند، بالا رو هم که این خط رو من هیچ وقت نتونستم بخونم. ذکر لم اولا، نمیدونم چی هستش. حالا اینجا دوباره بخشاینده بخشایشگر، اینجا یه چیزی به این شکل نوشته شده. قسمت اولش رو نمیتونم بخونم، احتمالاً یه چیزی باید در رابطه با الله باشه که بسم الله الرحمن الرحیم رو حالا یا به ترکی یا به فارسی نوشته. یا درور دل و جان لا اله الا الله. اینجا حالا احتمالاً یه چیزی از اینجا افتاده باشه که دیا درور دل و جان لا اله الا الله، طلوع در ایکی جهان لا اله الا الله، اشید که ادر ذره ذره هر موجوده، بریل gökden عیان لا اله الا الله. گلخ، من اینو گلخ میخونم. حالا اگه گلخ içindeki سمع در و بصر دغ نور، بصر دغ نور، این دغ چی میشتونه باشه نمیدونم. دخی تمر دقی گان لا اله الا الله، تمر دقی گان لا اله الا الله. این تمردقی هم چی میشه نمیدونم. بقاء جنس جماد اولدو اینجا حالا یک کلمه نوشته که درخت در نمیدونم این کلمه رو چی بخونیم. حیات هر حیوان لا اله الا الله. حالا از این صفحه بگذاریم برای اینکه یه مقدار خواندنش هم آب رفتگی خیلی زیاد داره. بریم صفحه بعدی ببینیم که آیا میتونیم این اشعار بعدی رو بخوانیم یا نه. سپهر و انجمه بخغل که تلد شمع بگی. سپهر انجمه بخغل که تلد شمع بگی، bu gam نور و دخان لا اله الا الله. زهی ندای مبارک تلدر آندن، جمیع کون مکان لا اله الا. تلدو دولدو جرک می وحدت حجت دخی tutulmuştur. Dahi tutulmuştur. Gamu zemin و zaman la ilahe illallah. Ne söz ki söylene her bir lügatte manisi. Ne söz ki söylene her bir lügatte manisi, belanın اولاد همان لا اله الا الله. اولاد احتمالاً اینجا یه چیزی نوشتی که من نمیتونم، چه این بلانون نمیتونه باشه. بلا
شک اولد همان لا اله، احتمالا شک بشه بخونیم ولی آب رفتگی این رو یه مقدار از بین برده. همونطور که میبینیم اینجا بیشتر به اینکه مسلمانه تأکید میکنه و تلاش میکنه که ولهو ایزن تاب الله سراه چی اینجا دیگه باز اون نور چراغ یا نور فلش افتاده و دیگه دوباره نمیشه. حمد ثنا یاره شور ای پادشاه بی زوال. حمد ثنا یاره شور ای یارشور، همون حمد ثنا یاره شور یارشمق، حمد ثنا یاره شور ای پادشاه بی زوال. چم قدیم لم یزل سن وگر و کریم لا یزال. İzzetün fikrinde kalmış aklı gunça bin tek. İzzetün fikrinde kalmış akl gunça bin tek. Kudretün vesfinde olmuş ruh lale bin lal. Lal olmuş lale bin lal. Yerle gök، yerle gök. حالا اینجا برای اولین باری که میگم وقتی یرلو می نویشه دو تا ی گذاشته با صدا، یرل ی ا رو فقط حالت دو تا نقطه گذاشته زیرش، ی گذاشته. یرل گök تولدور senden ولی بی اتصال. yerle gök toldur doludur hemen. Doldur senden veli bi ittisal. Gamı alemden biri sensen veli bi infisal. Adem'in nefsin yazdun bi devat و بی قلم. آدمın نقشین، اینجا شین باید بخونیم، آدمın نقشین یازدون بی دوات و بی قلم. عالمın وضعین düzdün بی ادات و بی مثال. عالمın وضعین düzdün، düzmek به نظم در آوردن، نظم دادن، نظام. düzdün بی ادات و بی مثال. ادامه شعر در صفحه بعدی. yer o göğü düzüp ondan nur ile zulmet ayan ettün. حالا باید باشه yer o göğü düzüp ettün nur ile zulmet ayan. Dün o gün nezmedip rast kıldın mahusal. Encümü ay gün ile göklere verdin sefa. Encümü ay o gün ile göklere verdin sefa. Beyn heyvan و نبات ile bağışladın cemal. خاردن خرما بتردن خاردن یاقوت و لعل. قطردن گوهر yetirdün صخرeden آب زلال. Güneş emrinle senin, güneş emrinle senin ki zahir olar ki nehan. Güneş emrinle senin geh zahir olar gehi nehan. Ey hükmünden، شاید hükmünden باشه. ای hükmünden senin ki بدر olar geh hilal. ای hükmünden senin geh bedr olar geh hilal. Ne hilal bulunur, ne halal bulunur işinde, ne hükmünde hata. Ne begane var fena ve ne kemalune zeval. Ne begane var fena ne kemalune zeval. اول و آخر
تو sensin اول و آخر تو sensin ظاهر و باطن دخی pes arade gayr var demek təsəvvürdür mahal. Çünki yox zatında yoxdur zatında senin vəsl و bin و keyf و kəm. Çünki yox zatında senin vəsl و بین و کیف و کم. پس خیال اولا سنی فهم ایلمک وهم و خیال. اینجا دیگه حالا رفت تو فلسفه اسلامی دیگه، کلن داره اون فلسفه که مسلمون ها در اون مقطع در رابطه با الله درست کرده بودن اون رو داره در قالب اشعار و در کلمات خیلی کوچک و خیلی کلمات کوچک اما پرمعنا داره اونها رو یکی یکی میشماره. حالا اینها رو اگه من بخوام یکی یکی بگم خودش خیلی طولانی میشه. امرنیله هر طرف گذر باد جنوب. امرنیله هر طرف گذر باد جنوب. حکمنیله هر نفس اولر روان بین پیک شمال. بین دیل پیک شمال. حکمنیله هر نفس اولر روان پیک شمال. حالا من تلاش میکنم که بر اساس اون صدایی که خودش گذاشته همونجوری بخونم. آیا این مثلا شمال میگه آیا در زبان ترکی شمال بوده یا به خاطر اون جنوب و شمال میخواد بنویسه صداها رو هم وزن بکنه؟ این دیگه یک مسئله‌ای که من نمیدونم. sana layıqdır ibadet kim senindir durur yaqin. Sana layıqdır ibadet kim senin durur yaqin. خلق و امر لطف و قهر و قدرت و عز و جلال. عقل و نفس olmuş senin fermanının altında muti. İns و cin etmiş misalün mücibine imtisal. Gönülde gökde yerde zerre zerre gafiden gafe degin. Gökde yerde zerre zerre gafiden gafe degin. Birlügüne gamı şahit duru varlığına dal. Birlügüne gamı şahit duru varlığına dal. اینجاشو متوجه نشدم. birlügüne gamı şahit duru varlığına dal. دال دلالت. درست، حالا متوجه شدم. یکی شاهده یکی هم که دلیله. دال. ادامه داره. بریم صفحه این کتاب چون خیلی چیز هستش من تلاش میکنم برم مثلا از هر 20 صفحه نگیم، هر 50 صفحه بخونیم، خیلی هم یک بیت بخونیم به نظرم کفایت خواهد کرد. یا هر 30 صفحه یه دونه بخونیم. بذاری بریم صفحه 30 ببینیم که به شانسمون چه شعری میاد. اینجا این شعر از اینجا شروع میشه و حدوداً یک صفحه کامل، نصفش در این صفحه نصفش در صفحه بعدی هست، بتونیم بخونیم. ایزن تا به سراح. این اولش هرچی بوده دیده نمیشه. فی البحاریات. بهاریات، در مورد بهاریات گفته. سهرده چونکی bulut. Səhərdə çünki bulut yeryüzüne seçti gulab.
saçdi, saçmak. Saçdi gulab, sabah yeli yangından külün getirdi niqab. Sabah yeli yangından külün getirdi niqab. Niqab. Küllün یا گلün. حالا اینجا فکر می‌کنم یه تشدیدی گذاشته باشه. küllün باید بشه. Gülün dibinde muaşirleri kurub bülbül. Grup. اینجا باید grup بخونم. kurub. Gülün dibinde muaşirleri kurub bülbül. O خودی سوز ile توبی لهم و حسن معاب. توبا لهم و حسن معاب. عربی آیه هست احتمالا. عروس باغ مکر. عروس باغ مگر احتمالا باشه. جلوه ederse ki bugün. عروس باغ مگر جلوه ederse ki bugün. عبیر döktü hava و حریر gitti turab. عبیر döktü hava و حریر کیدی turab. نه دولو گوهر و نسیم و زر چخار رکون یا رکوک. احتمالا رکوک. نه türlü همان. نه درلو گوهر و نسیم و زر چخار رکون. احتمالا چخار رکون احتمالا. البته اینجا یه علامت ت گذاشته بالای این کی آخر. این حالا باید با این علائم صدایی هم آشنا باشیم که اینجا از یه علامت دیگری استفاده کرده. ت دسته‌دار رو بالای چیز گذاشته. من با این آشنا نیستم. این یه صدایی داره. وقتی احتمالاً د باشه، رکود یا رکوت، نمیدونم این رو باید چجوری خوند. لام هست ولی لام نمیخونیم. ظاهراً یه ت دسته‌دار بالای این گذاشته که صدای این ت لام در اونجوری باید خونده بشه. Yerin xəzainin açıb müfəttihil əbvab. Külün yüzündə görüb şəbnəmi əcəblüdir. Bu şəmidə necə xoş cəm olmuş atəş و آب. Mənabirində gülün üç xətib olub bülbül. Eşit nə nəğmələr ilə səhərdə etdi xitab. Verir nəbata həyat astügüncə badə səba. Olur mübəşşiri rəhmət bulur digəncə səhab. Olur mübəşşir rəhmət bulur dökünce dökmek töhmə. حالا tökmek biz de diyoruz tökmek. Töhmaq همان töhmaq dökmek. Dökünce sahab وقتی اون بارانشو میاره. Sahab ابر. Bu rahmetün eserinden toldurur yerü gök. حالا دوباره اون چیزی که من بالا لام خوندم و گفتم ت، اون دوباره اینجا تکرار میشه و ت دسته‌دارم گذاشته. پس اونم یه نوع که هستش. رکوک احتمالاً میخواستم بگم رکعت، دیدم اون نمیشه. رکوک اینجا دوباره گک هم همون شکل نوشته، در نتیجه اون باید که باشه در بالا. رکوک احتمالاً رکعت، نمیدونم جمع رکعت باشه
bu rahmetin eserinden tulu durur yeru gök nidai fa'tebiru minhu ya ulul albab. Bu kuşlara nereden dur bu dürlü neva. Bu kuşlara nereden dur bu dürlü neva. Bu güllere neredendir bu renk siyab. Meger ki Nergise lale piyale sundi kıca. Meger ki Nergise lale piyale sundi kıca. Çe süpüdem göz tüp toldur çe süpüdem gözü top doldurur خمار ile خواب. حالا اینجا top dolu یعنی top dolu. این ما به کار میبریم در مثلا میگیم top dolu اله top dolu یعنی خیلی پر. top toldur خمار خواب. خیلی پر میکنه چشم خمار رو خواب، یا خمار چشم رو خمار میکنه. نه اکت گلو نه رنگی döndü kerem düşüp ne ekledi kulu ne rengi döndü kirmi düşüp tinine can tenine hemen tenine aylet ki Eyyub ennehu avvab. Ey yar gel varalım. Ey yar gel varalım bağa ki oldu ağcaların libas atlesu tac aqiq و durri خوشاب. Cemalın düşer ölerse aksi gülzare. Cemalın düşer ölerse aksi gülzare. Acep de gül arıyuben hayaden olsa gülab. Armak pakelemek. Acep de gül arıyuben hayaden از حیا خالی بشه، بی لخت بشه، بی حیا بشه. یعنی عجب دگل آریوبن حیادن اولسه جلاب. حالا تبدیل بشه به گلاب، از حیا خالی بشه. این گل گفت چی بود اسمش؟ اون تبدیل بشه به گلاب. خصومتی ندرور جان و عقل یا رب. خصومتی ندرور عقل جان یا رب. Bu cazu gözlerinin iz tasavvaral mihrab. Bu cazu çekeci cezab از کلمه جز هستش احتمالاً. Bu cazu gözlerinin iz tasavvara المحراب. این هم تصور با سه دندانه دار هست، سین دندانه دار هستش. نمیدونم چی میشه. این احتمالاً بازم هر کدوم اینها بعضاً از آیات قرآن هستش. چمنده جلوه ederken eşidü ben lale. Çemende cilve ederken eşidü ben lale. Cemalun ayetini خر راکعا و عناب. تپونه ارمگه تپناخ عبادتگاه عبادت. تپونه یعنی عبادت تو، به عبادت تو. تپونه ارمگه رسیدن. ارمک رسیدن. تپونه ارمگه یخدر bizim bəzaətimiz. Təpünə ərməgə yoxdur bizim bədaətimiz.
مگر کی bir sebep ede müsebbibül esbab. Güman eden ki fesahette Ahmediye ere. گمان ادن که فصاحت احمدیه اره، کسی که گمان میکنه که در فصاحت بیان به احمدیه برسه رقیب باشه. مثلده اولد امیری بقیتن کسراب. مثلده اولد امیری، این حالا این امیری این دالزه هستش، نمیدونم چی میشه. امیری احتمالاً همون امیدی باید باشه، امید باید باشه، فکر کنم اینجوری باید بخونیم. مثلا اولد امیدی بقیتن کسراب. این یک شعر از این صفحه خوندیم. بریم صفحه 60. یک صفحه هم یک شعری رو هم از اونجا بخونیم. ببینیم صفحه 60. خب این صفحه 60 شعرش شعر نیست، این یه احتمالاً یه قصیده است، خیلی بلنده. در نتیجه من برمیگردم از صفحه 59 احتمالاً حتی 60 صفحه 57 کتاب، اینجوری بگیم 57 کتاب یه شعری رو گفته. من همین رو یه مقدارش رو، یعنی یک صفحه از خودش، اینو بخونم و ببینم چی میشه. اونجا که گفتیم دالزه گذاشته، اینجا دوباره همینو میبینیم، یعنی اون زه هست، دالزه گذاشته ولی سپید دم که بلوردی، سپید دم اینجوری باید بخونیم اینو. اگه بخوایم اونجوری بخونیم، یعنی به اصل باید من بخونم اونجوری که نوشته شده و نمیدونم این من حالا سپید دم ما به فارسی میگیم سفید دم، ولی احتمالاً این تو ترکی سپیده دم بوده. سپیده دم که بلوردی افقده شعله نور، bana oxidler استغفرو ملائکه و هور. سپیددم که بلوردی افقده شعله نور، سپیددم که شعله نور در افق پیدا می شد. bana oxidler استغفرو ملائکه و هور. gerek ki tövbe edesin gerek ki tövbe edesin gamı günahından gamı tamam که رحمت ادسانا لطفی رب غفور. مکان غصه و بیت سرور در بو جهان، سرور نیست سرور، مکان غصه و بیت سرور در بو جهان. مقام خیر دم آنه و سرای سرور. مقام خیر دم آنه و سرای سرور. نگو مقام خیر و سرای سروره. روا میدور که خراب دسین بقا ملکین، فنا اوین دورشاسن، فنا اوین دورشاسن کی اول معمور. تنون چو خور، همون خار دیگه، اینجا خار رو مثل همون جوری که در فارسی می نویسیم خار، خ واو الف ر، این رو گذاشته و صدا هم گذاشته. خب صدا داره او، واو خونده نمیشه خار. تنون چو خار اولبن، در حالی که شده اولبن توپرغار حالا این چیه؟ توپرغا تنون چو خار اولبن توپرغا گیرر یارن. تنون چو خار اولبن توپرغا گیرر یارن. Bir gün başında nedir iş bu gamu kibr و غرور. Bugün imruz, bugün başında bugün başında nedir iş bu
اینی که قامو جبر و این همه غرور و کبر چی هستش که در مغزت هستش. سنن چون بزنب در سرای خلد و نعیم، سنن چون بزنب در بزنمک آرایش کردن، بزنب در سرای خلد و نعیم، خلد دائمی ابدی، نه چون سنی براده حبس ادی دیو غرور، نه چون سنی براده حبس ادی دیو غرور، بقا امارت وردون فنا خراب سنه، بقا امارت وردون فنا خراب سنه، دریغ کم وری کن عقلون اولسن مغرور، اولسن مغرور، دریغ کم وری کن عقلون اولسن مغرور. آیوی وری بن یاووزی بدل آلدون. آیوی، حالا این چی هستش؟ آیوی وری بن یاووزی بدل آلدون، یه چیزی بوده، حالا نمیدونم این آیوی چیزی هست، خیلی گرانبها هست، یاووز یه چیز ارزانی هست. حالا میتونیم البته این رو ببینیم که گوگل چی میگه. یاووز رو پیدا بکنیم شاید بتونیم حالا احتمالا یاووز بذار ببینیم اینجا با 2 تا واو نوشته بود یا با یه دونه. این خیلی یاووز یه دونه هستش ولی یه وو داره. حالا بذار اینو ما 2 تا یاووز بذاریم ببینیم چی میشه. اسم این آدم هست ولی سریال یاووز، دیکشنری آپاندیس، اگر بتونیم اینو یاووز، اینم که نیست، بیوگرافی یاووز، سریال یاووز و خیریه، اینا رفت اونجا. بذاریم آپاندیس چی میگه. آریان محمدیان، لقب سلطان سلیم اول یاووز. حالا این یاووز چی هستش؟ بذارید معنی یاووز. یاووز یک واژه ترکی است به معنای سرسخت، عبوس، قاطع، شدید، مدهش، فوق‌العاده، حاذق و ماهر است. حالا در مقابل باید معنی یاووز بر ضد اینجا بنویسیم. اون چی بود؟ آیوی بذار ببینیم. نمیاره. خب آیوی وری بن یاووزی بدل آلدون، bu resme bey ki edersin neca ola مشکور. bu resme bey، چطور بی خرید فرو، bu resme یعنی این گونه، به این ترتیب، یعنی آیو بدی یاووز بگیری. احتمالا آیوی یعنی اون ماهت رو بدی، یاووز حالا هرچی هستی یه چیز سخت یه چیزی رو بگیری، اونم بدله. بو رسمه بی که ادرسن، با این رسم که داری مبادله میکنی، نجا اولا مشکور، چطور میتونی اینو قدرشو بدونی یا مشکور باشی. نجاس گرنه سانه جمال صدق و صفا، نجاس گرنه سانه جمال صدق و صفا. نجاست همان نجاس گرنه یعنی دیده بشه، به چشم تو بیاد. سانه جمال صدق صفا، تو گönlük آینسی، تو gönlük aynesi olmaya
علم یا ریادن دور. علم یا ریادن دور. چون günlük آینسی علم یا ریادن دور. حالا اینا به هم چسبیده دیگه، به خاطر این سخت خوندنش. dilersin آرزو کردن. dilersen ولی اینجوری باید dilersen که ölesen gül beki mukaşifte. dilersen ki ölesen kül beki mukaşifede. اونم مکاشفده. درش کی غنچه بکی قلبün olmaya مستور. حالا این دورش چی میتونه باشه؟ که غنچه بیگی قلبün olmaya مستور. مثل کیبی باشه، این مثلا بیکی شده، فکر میکنم کیبی، غنچه کیبی قلبün olmaya مستور. غنچه وقتی بسته هست اون دیگه دیده نمیشه داخلش. خب اینم میگه که مثل غنچه قلبت مستور نباشه، پوشیده نباشه. حساب وارو ثواب و عقاب و خلد و نعیم. حالا این وارو، او چسبیده به وار، در اینجا من اینو وارو خوندم بعد، ولی حساب وارو ثواب و عقاب و عقاب و خلد و نعیم. نه چون بشونده اولا لغو و فسق و فجور. صباح و شام گنندر. صباح و شام گنندر سن اول رنگی. اینجا یه مقدار نمیدونم سن بله. صباح و شام گنندر سن ol rengi görüp zirengi diyor hatırın olar mesrur. sabah şam گنندر احتمالاً به دو معنی من اینجا در ذهن میگیرم. یکی قان، خون، یکی هم احتمالاً غنیم، دشمن، خصم. sabah şam گنندر sen ol rengi görüp zireng diyor خاطرın olur mesrur. Gusur عقل دگل می گسور عقل دگل می. سوال میپرسه دگل می نیست مگه نیست؟ گسور عقل دگل می گسوری yüceltmek. Gusur عقل دگل می گسوری yüceltmek. Görürken ki سرانجام bulur ahli gusur. نرای وارد گسوری düzen sudur izam. نرای هر طرف نرای وارد گسوری düzen sudur izam. düzen tertip, نظم و نظام، düzmek. Ne öldüler yere girip öldüler yere girip gömü izam sudur. izam اینجا izam اول به معنی بزرگان بود، ازام دوم به معنی استخوان، صدورم دوباره بزرگان، استخوان بزرگان. هر دو به یه شکل نوشته میشه. این سفرم خوندیم. البته این شعر خیلی بلنده، بیشتر هم 3 صفحه هستش، دقیقا میتونم بگم 3 صفحه کتاب رو پر کرده. بریم صفحه 90 کتاب هم یک شعر دیگری رو پیدا بکنیم و باهاش آشنا بشیم. اینجا هم اشعارش کوتاهه، اینجا
خوشبختانه زülfün havasıyla sabah müşkübar olur. Aksi yüzünün اردوگی yer نوبهار olur. اردوگی یعنی به جایی که رسیده، هر کجا که برسی. عکسی yüzünün، عکس همین عکسی که ما امروزه به کار میبریم در زبان این هم عکس عربی هستش. معکوس یعنی جلوی کنار آب وای میستیم یا جلو آینه وای میستیم، برعکس خودمون رو میبینیم، خودمون رو نمیبینیم، معکوس خودمون رو میبینیم. آینه دروغ میگه به ما. میگن که آینه راست میگه، نه آینه راست نمیگه، آینه ما رو چپ میکنه. ما فکر میکنیم که چشم راستمونه ولی چشم چپمونه در اونجا. زülfün havasıyla sabah müşkübar olur. این باد صبا که صبح میوزه با بوی زلف تو معطر میشه. سلام علیکم، حال شما چطورید؟ خوبید؟ عکس yüzünün اردگی yer نوبهار olur. این عکس روی تو هر کجا که برسه اونجا نوبهار میشه، بهار تازه‌ای به وجود میاد. نرگس gözün خیالینه هر gece cam içer. نرگس، گل نرگس، gözün خیالیله، از با خیال چشم تو، هر gece cam içer، هر شب جام. این نرگس باز میمونه و این شبنم میشینه داخل این رو تشبیه کرده به جام. میگه که نرگس gözün خیالینه her gece cam içer. Budur sebep ki süp ercek ol خمار olur. به محض اینکه صبح میرسه، ارجک یعنی به محض اینکه صبح میرسه، budur sebep ki صبح ارجک ol خمار olur. اون خماریشو میتونی ببینی، هنوز باز نشده. خیلی زیبا داره. yüzünü arzu ediben neçe ki ağlarım. Yüzünü arzu ediben neçe ki ağlarım. Gözüm yeşi eriştiği yer lalezar olur. میگه صورت تو رو خیال میکنم و گریه میکنم. yüzünü arzu ediben neçe ki ağlarım. Yüzüm yeşi eriştiği yer lalezar olur. Zülfün havası kıldı perişan bu gönlümü. Zülfün havası kıldı perişan bu gönlümü. پریشان دوستان، اون شما یه خانومی رو، حالا بیشتر خانم ها چون آقایون دیگه زلفاشون رو خیلی بلند نمی کنن، ولی حالا بعضی ها این کار رو میکنن، هنری دیده میشن. در کانادا معمولا بسیاری، میتونم بگم حداقل 20% مردها موشون بلندتر از خانم ها هستش. زلفün havası kıldı perişan bu gönlümü. اون موهاشون که جلوی آفتاب، جلوی باد باشه، باد بزنه اینجوری پریشان بکنه، از اون حالت شونه شدن بیاد بیرون، اونو میگن پریشان. این هم از کلمه پری ساخته شده باشه احتمالاً. پریشان یعنی مثل پری. زلفün havası kıldı perişan bu gönlümü. سواد کمند سودا کمندینه، سودا کمندینه. حالا اینجا سودا نوشته، سودا کمندینه دوتولن بیقرار olur. دوتولن توتولان، گرفتار. سودا کمندینه دوتولن بیقرار olur. قدون خیالی دوتی جزمده وطن بلی. قدون خیالی دوتی gözümde، جزمه خوندم این رو غلط خوندم، gözümde وطن بلی. هر گنده سرو اوله yeri جویبار olur.
هر قنده. این قند چی هستش که هر قنده هرگه لباسه، هر قنده سرو اوله یری جویبار اولور. بذارید ببینیم گوگل این هر قنده رو چی میگه. هرقن، هرقن، هرگنده، هرکنده. یه روستا اینجا گفته روستا هستش. هرقنده و تهدید کرد. BBC هرقند اینم که دوباره رفته. هرقن چی میشه؟ هرقن دشو پاک بکنیم بشه هرقن. هرقن این یک کلمه عربی به نظر میاد هستش. اینجا یه چیزی گفته، البته اینم یه جوری نوشته که به نظر میاد عربی ولی عربی نیست، کلمات رو قاطی کرده. این وبسایتی که اینجا هست، این یه دستگاهیه، ولش بکنیم اینو، این چیزی نیست. هرگن هب تار تاوج هرک یه وبسایت، البته نه اون نیست، اینم که کار نمیکنه. حالا با یه کلماتی روبرو هستیم که خیلی سخت پیدا کردنش، احتمالاً باید به لغتنامه ترکی بریم سر بزنیم. قدین خیالی توتی gözümde vatan بلی هر قنده سرو اوله یری جویبار olur. Sensen diyar can tolu dağ anda nesne yok. Sensen diyar can tolu diyar can dolu. Sensen diyar can dolu dağ anda nesne yok. تو یک دیاری هستی. اون بالا وطن رو به کار برد. ببینید وطن یک کلمه جدیدی نیست در زبان ترکی، قدیمیه. سنسن دیار جان، تو دیار و سرزمین جان هستی. سنسن دیار جان دولو، با جان پر هستی. داخ آنده نسنه یخ، داخی همون داخی داخی آنده نسنه یخ، یک چیز دیگری به غیر از تو در اون دیار نیست. اغیار نجد دوره ارادا کی یار olur. اغیار نجد دون، البته اینجا دون هم میشه خوند. اغیار نجد دوره اغیار نجد دوره اراده کی یار olur. چطور میتونه اغیار اونجا رو دوره بکنن که یار باشه؟ جایی که یار هست اغیار نمیتونن اونجا رو دوره بکنن. تقریر اتگنجه لبن وصفین احمدی. تقریر قرار کردن، اینجا به معنی نوشتنه. تقریر اتگنجه لبن وصفین احمدی. احمدی در حالی که بتونه لب تو رو وصف بکنه، در این حال هر söz کی نظم اده جوهر آبدار olur. حالا هر حرفی رو که، هر کلمی رو که بتونه به نظم بیاره خودش تبدیل میشه به مروارید آبدار. خب این شعر، بریم صفحه 120 ببینیم که اونجا چه شعری باهاش روبرو میتونیم بشیم. خب اینجا هم اول شعرها کوتاهه، ولی اینجا یه شعری هستش در صفحه، ببینید صفحه چندم اینجاست که به یه تابلو 118 کتاب هستش. سپدم آلدی علینا قدهی زر نرگس. سپدم آلده علینا قده زر نرگس. نول مخمور درور açtıysa sağar nergis. Toprağa doldu nekim nakd و verise zar و سیم. Toprağa döktü nekim nakd verise zar و سیم. Çünkü nuş etti çemende می اسور نرگس.
vurur üç necm-u şecerden ger görüne dürlü nişan. Verir üç necm-u şecerden görüne dürlü nişan. Dürlü türlü necm ستارگان شجر ağaç. Verir üç. این üç چی هستش اونو نمیدونم. üç. Verir üç necm-u şecerden görüne dürlü nişan türlü. Şah üstünde neçaki ola müsevver nergis. Şah üstünde neçaki ola müsevver nergis. Nafe-i müşk gibi oldu müteyyeb gülzar. Nafe-i müşk gibi oldu müteyyeb gülzar. Mecmere saldı meger ud ile enber nergis. مجمر مجمعه فکر کنم باشه، همون، شاید هم یه چیز دیگریه، نمیدونم. مجمره سالده مگر، مکرم میتونه باشه. مجمره سالده مکر نمیشه، همین باید بشه مگر. اودله انبر نرگس. Bizim için şah riyahin çu gülüstane gelir. Bizim için şah riyahin çu gülüstane gelir. Nole altından eğer düzdüse mecmer nergis. Altın tala. Nole altından eğer düzdüse mecmer nergis. Eğer mecمعها رو کنار هم düzdüse یعنی به نظم بذارن، کنار هم بذارن. Sabze içinde nazar eyleyene nüzhat için yıldırır şöyle ki bu gökteki ahtar nergis. Şekli heyette nedir çetri فریدون لاله. شکل هیئت ندور، حالا من اینا چتر میخونم ولی جتر نوشته. شکل هیئت ندور چتر فریدون لاله. وضع صورت ندور تاج سکندر نرگس. گلو هم لاله مورد فرهیله ای عجب. مورد گلی که باز شده، ورد مورد با گل باز شده. گلو هم لاله مورد فرهیله ای عجب. نه سببدن درور اولدوغ مزعفر نرگس. این مزعفر رو نمیدونم چی هستش، معناشو نمیدونم، باید به لغتنامه مراجعه کرد. تاره و زنده دل و خرم و خندان رخ دور. احتمالا تازه باید بخونیم اینا، مثل ز هم نوشته، نقطه ز رو میتونم تشخیص بدم. تازه و زنده دل و خرم و خندان رخ دور. odun içinde meger oldu semender nergis. Çibredüp feleke başını endürmegi. Çibredüp feleke başını endürmedigi. Keydu ki biçun ola tacu müzevver nergis. این شعر هم همین ادامه داره، خیلی هم بلنده، 3 صفحه هست، ازش بگذاریم. بریم صفحه 150 ببینیم که اونجا با چه شعری میتونیم روبرو بشیم. این شعر هم بیش از 2 صفحه است. اگه بخوایم از اول بخونیم باید و لهو ایزن نور نور الله مرقده فی قافیه لام. در قافیه لام یه شعری رو گفته که میاد این صفحه
حالا بذارید ببینیم صفحه چندم کتاب. 147 145 کتاب شروع میشه اینجا. میتونیم از اینجا شروع بکنیم این شعر رو. هر کلامون بگی ben kim söylerani اهل کمال. هر کلامون کیبی، احتمالاً بیکی گفته، احتمالاً همون گیبیه. هر سلامون بیگی کم söyler آنی اهل کمال. نه درور حمد خدا خداوند نیستش، خداوند تبارک و تعال. بریم ببینیم تو صفحه بعد این چی میشه. قادر و غافر و بخشنده و حی و قیوم، خالق و رزاق و قدوس و اله و متعال. اول ملک کیم از لاو، احتمالا این واو باشه اینجوری شده، نمیدونم بازم چی هست. ازالاو ابدا ملکینه آنون. اول ملکی کیم، او ملک کیم ازلاو، از احتمالا از ازلا باشه، ازلاو، ازلاو یعنی ازلی، ازلاو ازلی. اون یای نسبت فارسی در ترکی ازلاو میشه گفت. مثلا کلمه الان یادم نمیاد، من رو زبان ترکی خیلی ضعیف هستم. اول ملک کیم ازلا و ابدا ملکینه آنون. ارمدی ارمیسر آفتی نقصان و زوال. ارمدی ارمیسر آفتی نقصان و زوال. گاف و نونندن یارادور، کاف و نونندن یارادور امرانون جملسینی. نگاه کن، از کاف و نون کن، کلمه کن که در فارسی اومده کن، از این میگه کاف و نوندن یارادور، یارات ما خلق کردن. امرانون جمله روح. امرا یعنی امرا هم میتونیم بخونیم اینو، یعنی همه. جمله روح. آب گلدن düzedir. Ab gilden düzedir. Sün anun خطه خال. آب گلدن düzedir. Sün anun خطه خال. آبگل. عجب آبگل کلمه عربی ترکی هستش یا فارسی؟ این برای من خیلی چیزه، جای سوال هست. یک دوستانی که در این باله چیز دارن خیلی میشه. لطفی و قهری رجاسندن و خوفندن آنون. لطفی و قهری رجاسندن و خوفندن آنون. ای هر آیده چی بدر اولر گاه hilal. Bir şererdir ki çıkar kudret şem'inden onun. Bir şerer وقتی مثلا آتیش رو روشن میکنیم یه جرقه هایی میزنه میپره بیرون، این شرر به اون میگن. bir şererdir ki çıkar kudret şem'inden onun. Çünkü yer o gök nur ile eder mala mal. جون اینجا به معنی روزی که یر و گök زمین و آسمان نور ile eder mala mal. Bu dokuz çarx، dokuz همون نه،
Bu 9 çarx و 7 انجمله 4 ارکان 9 چرخ و 7 انجم 7 انجم و 4 ارکان اینا چی هستن من نمیدونم. 9 چرخ فلکه 7 آسمانه 4 ارکان اینا نمیدونم چیه. اینا همش فکر کنم تو قرآن هست. این Bu 9 çarx و 7 encümle 4 erkan kudreti qabzesi altında dönerler mahusal. اینها در زیر قبضه قدرت الله روز و شب mahusal ماه و سال میچرخند. دونرلر میچرخند. دونمک یک غذایی هم در ترکیه الان رسم اسمش دونر هستش، اون همینجوری داره میچرخه. her yana emriyle güldük güzer bad cنوب. her yana این باد رو هم باز نوشته با دال زل. her yana emriyle güzer bad cنوب. her nefes hükmüyle oldu revan پیک شمال. جنوب شمال. her yana emriyle kıldı gözer bazı cunub. her nefes hükmüyle oldu revan peyki şumal. زن و زن ذره 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 ذره. حالا این زن که گفتم به خاطر اینکه ر با ر و ه به هم چسبیده مثل نقطه نون شده. همه جا هم اینجوری نوشته، برای همین برگشتم سریع. ذره 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 یرو گök راست durup şöyle ki alef. ذره ذره یرو گök راست durup şöyle ki alif مثل الف که راست هستش. varlığına dahi birliğine şahittir dal. şahittir o dal. کبریاسی حرمinde که ارمز ana ugul. Ne melekler ki melekler yeridir saff-ı neal. Ne melikler ki melekler yeridir saff-ı neal. neal رو معنیشو نمیدونم، برای همین ساکت ازش رد میشم. جبروتینه آنون فهم بلامادی سبیل راه. جبروتینه آنون فهم بلامادی سبیل. ملکوتینده آنون وهمه وریل مادی مجال. نه مجال اولکی آنی حسل ادراک ادلر. نه مجال اولکی آنی حسل ادراک ادلر. با حس نمیشه آن رو ادراک کرد. که آنده عقلون دخی ارشمکدر فکر محال. که آنده عقلون دخی ارشمکدر فکر خیال. گرچه پرکار صفت اولوبن آهن پای آهین پای. احتمالاً اینجا آهین به معنی آهنه، آهنین. گرچه پرگار صفت اینو پرگار من پرگار خوندم، حالا پرگار بخونیم. نوشته گرچه پرگار صفت اولبنون آهین پای yürür ol دایرeye irmedi پیکی خیال. این میدونیم که یه پای پرگار آهنیه، یه پاش مداده. اینو میخواد بگه. میگه گرچه پرگار صفت اولوبن آهین پای، یک پرگاری که یه پاش آهنه
یورور راه میره اون آهن پرگار، اون پایی که اونجا هست ولی پرگارم راه میره. یورور اول دایرهی، اون دایره رو هی میره اون چیز پرگار. یورور اول دایرهی ارمدی پیک خیال، جایی نمیتونه برسه، پیک خیال اون پرگار جای دیگه نمیتونه بره. میگه در اون دایره میچرخه این پرگار ولی جایی نمیتونه، با آنکه داره راه میره ولی نمیتونه به جایی برسه، حتی خیالش هم نمیتونه بکنه. خیلی این رو تشبیه کرده، ما رو، انسان رو، به عقل انسان رو تشبیه کرده به پرکار که میتونه بچرخه بره ولی نمیتونه به خارج از اون دایره حس و احساسات بره. یعنی الله که خارج از این دایره هست، اینو میخواد بگه. شöyle که نرگس اولا ناقص و معل العین باشه این. شöyle که نرگس اولا ناقص و معتل العین. حالا ببینید فرض این اینجا معتل یعنی عین، این چشم عینه، معتل یعنی دارای علت، یعنی دارای عیب تو چشم باشه. شöyle که نرگس اولا ناقص و معتل العین، چشمش هم ناقص باشه. هر کی واردور دیگه ذاتینه آنون شبهه و مثال. علمینه روشن آنون کون بله، علمینه روشن آنون کن بن اسرار غیوب. ذاتینه حاضر آنون ماضی و مستقبل و حال. Müminin göklünü lütfüdür. Müminin göklünü lütfüdür eden şam-ı safa. Kafirin canine gehridir eden dağ nigal. Nigal رو نمیدونم چیه. Tutmedi zikr duren خاطرون آیینسی جنگ یا دا جنون، جنگ باید باشه اینجا، جنون نمیدونم چی میشه، حتی جنگ هم نمیدونم چیه. ارمدی عشق اریشن گگله گرد ملال. Adıdır canine aşıklarının rahat ruh. Şöyle kim teşne lebün yürküne آب زلال. این شعر خیلی ادامه داره. بریم صفحه 180 ببینیم که اونجا چه خبره. شعری که در صفحه، البته 180 که نیست، همین شعر رو از اینجا بخونیم که اینجا شروع میشه. 176 صفحه 177 اینجا نوشته. البته این صفحه 78 دابل برای دو صفحه یه عدد گذاشته، برای همین این باید مثلا بگیم 300 و چند تا 44 میشه فکر کنم، 344 کتاب، ولی این برای پی دی اف که برای اینجوری نوشتن. بذارید ببینیم اینجا چی میشه. این شعر کوتاه رو از این صفحه بخونیم و بریم به صفحه بعد. میگه که ولهو ایزن نور الله نور الله مرگده حیران و زار قالdı cemalüne gözlerim. Hayran و zar qaldı cemalüne gözlerim. Oldur səbəb ki ertəcəsin gözlərim. Oldur səbəb ki ertəcəsin gözlərim. Qandır bökər pökümdən ağan
نچکی ağlarım. نمیفهمم چی میشه این. قاندور بکر پکümden ağan neçeki ağlarım. Tufan görke başıma, tufan görke başıma, katurdi gözlerim. Katurdi احتمالاً گتوردی این باید باشه، اینجا کاتوردی نوشته. طوفان گتورگه başıma getirdi gözlerim. Fettan sübhün cefasile görkem niye erdi Şam. Fettan sübhün cefasile gör kim neye erdi Şam. Zalim gözün belasıyla nece oldu gözlerim. Zalim gözün belasıyla nece oldu gözlerim. Sudur revan olan gemu gözden acep bülüm. Bu kim? Sudur revan olan gemu gözden acep bu kim? Gan ahve ahdur, gan ahdur benim bu gözümden gözlerim. Gan ahdur benim bu gözümden gözlerim. این یه الف اضافی رو در این اشعاری که دارم میبینم اینجا گذاشته، برای قافیه هست احتمال میدم. seviner suyla her odu kez müşkül üş bu kim. این شعر خیلی سخته، خوندنش هم سخته. söyler söyle her odüken müşkül üş bu kim. Müşkül üş bu kim. Arter suyuyla benim açmadak gözlerim. Açmadan. در بالا گفته به قان آخر بنم bu gözümden gözlerim. اینجا میگه arter suyuyla benim açmadan gözlerim. Qanlar döker gözüm neçə kim ola münfecir. Benim buyurakmeden beynüm buyurakmeden başları gözlerim. Başları gözlerim. شعر سخته، درکش هم سخته برای من. چون gördün ol müjde okunun zahmin Ahmedi. Çün gördün ol müjde okunun zahmin Ahmedi. Ümsen ummak yani arzu kردن. Umsen ki merhem ede sana iş bu gözlerim. بریم صفحه 100 و این شعر تموم شد. بریم صفحه 100 و این 80 بود 210. اینجا 209. من حالا 208 یه شعر اینجا هست، اینو بخونم. و لهو ایزن تاب الله سراه اول خط اول زلفل اول خال مشکین درگمو عقل جان و دل آنون اشکینده مسکین درگمو neçe nefrin o ne düşnamün verise bak değil neçe nefrin o ne düşnamün verise bak değil ki ol ağzdan ağız
که اول اغزدن هر نگلسه بانه شیرین درگمو. خیلی شعر عجیبیه. از اول یه بار دیگه بخونیم. اول خط و اول زلفله اول خال مشکین درگمو. عقل و جان و دل آنون اشکinde miskin درگمو. نچه نفرین و نه دشنامون وریسه با دی باندی که اول اغزدن هر نگلسه بانه شیرین درگمو. حسنونون باغینه. حسنونون اینجا 2 تا کاف 2 تا نون اونجوری گذاشته، یعنی 3 تا نون رو حسنونون 3 تا نونه. این 2 تا نون بعدی رو با کاف گذاشته، همون حسنونون باغینه یختم باختم. حسنونون باغینه باختم روزه جنت گیبی. این بیگی، این گیبی رو بیگین میگه. حالا این یه لهجه است یا اینکه غلط نوشته، ولی غلط نیست چون که در همه جا تکرار میکنه. این یه لهجه است، بیگی. ما کیبی میگیم، ترکیه الان امروزه کیبی میگن، ما کیمی میگیم در تبریز، آذربایجان در قرداغ کیمی. این بیگی میگه. خب این دیگه همونه، ما متوجه شدیم دیگه. حسنونون باغینه بختم روزه جنت گیبی. اوجدن، اوج بالا، اوجدن اوج نرگس و ریحان و نسرون درگبو. اوجدن هم باشه، اوجدن اوجه نک، اوجدن اوجه نرگس و ریحان و نسرون درگمو. اوج نیست، اوجه. ترکی بخونیم اوج نکه هر چیزی که باشه. اوجدن اوجه یعنی از نک به نک. نه عجب جازو durur دوری قمرده gözlerin. جازو مثل جادو احتمالاً باشه، جادو میکنه یا جذب کننده. نه عجب جازو durur دوری قمرده gözlerin. kim onun قصدی دل و ایمان ile dindir. دیگن din درگمو. kim onun قصدی دل و ایمان ile din درگمو. کوه و صحرا آنون چون لالزار olmuş durur. کوه و صحرا آنون چون لالزار olmuş durur. kim gözüm yaşıyla yeryüz خونین درگمو. kim gözüm yaşıyla yeryüz خونین درگمو. گر عبیر و عنبر یا مشک و عود و غالیه. گر عبیر و غنبر یا مشک و عود و غالیه. her ne kim saçinden, her ne çi saçdun ederlerse çindir gamu. Her ne kim saçından ederlerse çindir gamu. Ahmedi her ne ki yüzün vasfini zikreyleye. Ahmedi her ne ki yüzün vasfini zikreyleye. Sözleri kim nezmeder خوب و رنگین درگمو. بریم صفحه 140 ببینیم که در صفحه 140 چه خبر هستش و 2 صفحه دیگه میخونیم و تمام میکنیم. این صفحه 139 یه شعر خیلی بلندی داره که از صفحه حالا 3 صفحه حداقل 4 صفحه تقریبا بلندیشه. اینجا یه شعری رو شروع میکنه که من این رو میخونم ولی یه صفحه شو میخونم چون اینم تقریبا 1 نیم صفحه یا 2 صفحه هست. 1 صفحه شو میخونم. و لهو ایزن فی بهاریات. اینجا در مورد بهاریات. مشکبو یکدی هوایی
دم باز سحری. زلفنون، اینجا هم دوباره اون دوتا نون آخر رو نون غنه گذاشته. زلفنون چینینه اتمیشت مگر اول سفری. حالا یه سفری کرده به داخل چینهای زلف یار. خیلی زیبا. مشکبو یکدی هوایی دم باد سحری. باد سحر، این باد نمیگه، این ترکیش میکنه، این باد احتمالا اگر فارسی باشه این رو باد سحری. زلفنون چینینه اتمیش مگر اول سفری. نگاه کنید، حالا این نسخه نویس 607 سال پیش این کتاب رو نسخه نوشته. این کتاب چند سال قبل از اون نوشته شده بوده که تلاش میکنه کلمات رو ترکی بنویسه. مثلا باد اگر یک کلمه فارسی باشه تلاش میکنه این رو باد بنویسه، با دالزه بنویسه تا این رو ترکی بکنه. روز نوروز آنون مقدمینی اشتبن اشیده بن. روز نوروز آنون مقدمینی اشیده بن. گرشو واروب گرشو واروب آنه سردم که ندرور خبری. گارشوب یا گارشو واروب یعنی گارشسونا tıxıb گارشو واروب گارشسونا tıxıb آنه سردم سوال کردم که ندرور خبری، اون خبرش چی هستش. dedi görma ki gelir yar yüzün lale ve gül. Dedi görma ki gelir yar yüzün lale ve gül. اینم گلور هستش. dedi görma ki گلور اینجا به معنی خندیدن باشه، گلور به معنی آمدن. هر دوتا رو میشه خوند، ولی من اینجا گلور باید بخونم. dedi görme ki gülür yar yüzün lale ve gül. یا گلور باید باشه. gülür yar yüzün lale ve gül. gör ki ne خوب خبر وردی نسیم سحری. غیبیدن gör ki ne انواع بدایع gelmiş. çeşkim باغله çeşkim باغ ile gülzar olare güzeri. çeşkim باغ ile gülzare olare güzeri. Dutti tuti dilini bülbülün الهانلر اوش. این اوش رو نمیدونم، اونجا این برای سومین باره که در این کتاب باهاش روبرو میشم ولی نمیدونم. دوتو توتی دلینی بلبلون الهانلر اوش. گلده تاووس خجل شاخ گلون جلوگری. رونقی نشو نماسın görü ben اعجبün ağacın. رونق نشو نماسın görü ben ağacın. آرزو ایلدی توبا که وطن ایده یری. دوستان یه علتی هم که داره نمیتونم بعضی وقتا بخونم به خاطر اینکه این کتاب رو برای هر کتابی رو که باز میکنم برای اولین بار باز میکنم و یه صفایی رو هم که یا یه عددی رو که انتخاب میکنم بر اساس اون پیش برم برای اولین بار انتخاب میکنم. در نتیجه متن نه تنها زبان ترکی ادبی برای من تازگی داره، نه تنها لهجه این کتاب در 607 سال پیش برای من تازگی داره، نه تنها افکاری که در این اشعار میخواد بگه برام تازگی داره، نه تنها الفبایی که نوشته، این الفبا و این حرکاتی که روی الفبا گذاشته این برام تازگی داره، بلکه اون خطی که نوشته خود خط هم برام تازگی داره. در این حال این کلماتی که به هم میچسبن
به هم نزدیکن، به قدری نزدیکن که آدم فکر میکنه یک کلمه است، بعد که یکی دو بار میخونه متوجه میشه دو کلمه هست. اینها همگی این شعر رو برای من سخت میکنه خوندن، اونم برای بار اول. احتمالا برای بار پنجم بخونم روان میخونم، بتونم بخونم، یعنی اینجوری بگیم. نه عجب بلبل اگر ادسه تمنای لگا، چون گرر باغده موسی بن نار و شجری. چون گرر باغده موسی همان موسی بن نار و شجری. وقتی حضرت موسی میره به کوه تور، به کوه نور میره، اونجا از دور یه آتیشی میبینه که میخواد بره دست بزنه، میبینه نمیسوزنه، آتیش نیست. اینجا اونو میگه که چون گرر باغده موسی، حالا اون در صحرا بود، این تو باغ. بره، اگه موسی بره تو باغ 1000 تا آتیش و درخت میبینه. نار و شجری اولده آراسته فردوس گبی باغ و چمن. اولده آراسته فردوس گبی باغ و چمن. böyle olar nereye böyle olur nereye kim ara rahmet eseri. ara اینجا به معنی آراماخ، جستجو کردن. اره، البته اره احتمالاً رفتن. böyle olar nereye kim ara rahmet eseri. gözüne öndürse, gözüne öndürse nergis ne acep çün görmez. Nece olar fitne ile seher ki yoktur beseri. Nobehar oldu cemalün görem dükülür. احتمالاً اینو نمیفهمم، نمیتونم بخونم. دو تا یه داره و یه واو. dükülür احتمالاً همون dökülür باشه. نوبهار oldu cemalun görem dökülür. ارغوان و سمن و لاله و گلبر تری. گلبرگ تری. خب بریم صفحه آخر کتاب، یعنی 270 میشه، ولی این 77 آخر کتاب هست. بریم همین آخر، صفحه آخر ببینیم که اونجا چه خبره. خب لهو ایزن تاب الله سراه. نه مشکل علمیدن، نه مشکل علmidir eşkün kitabı. Ne müşkül elmidir eşkün kitabı که ارمز فیصله فصلی و بابی. واو خیلی عالی. نه مشکل علmidir eşkün kitabı که ارمز فیصله فصلی و بابی. اونجا هم ارم در همین شعر قبلی که خوندیم، اونجا هم ار بود، یعنی نرسیدن، رسیدن و نرسیدن. ارمز منفی میشه، مز منفی میکنه. ارمز فیصله فصلی و بابی. اگر دانشته بوریهان olursa. اگر دانشته، این دانش که هست دیروز هم عرض کردم از کلمه دانشماخ میاد. دانش به معنی سخن گفتن، و تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد. اینه دانش. تا مرد، تا انسان دانش میه علمش معنیش. دانشی که در فارسی هست از کلمه ترکی دانشماق که به معنی نشون دادن چیزی که شما تو چنتتون دارید دارش اومده، رفته شده به معنی دانش که فکر می‌کنید به معنی علمه. اگر دانشته بوریهان olursa گلور حیران اخین bu کتابی. گلور حیران، گلور نیست، گلور حیران
اخین بو کتابی، اگه حتی مثل ابو ریحان باشه، بو ریحان همون ابو ریحانه، بو ریحان اگر در علم مثل ابو ریحان olursa galur heyran okuyan bu kitabı, این کتاب عشق رو منظورشه. نجد دویا bu yüzün tabine can. نجد دویا، دویا یعنی سیر بشه، doymak، دویا یعنی دویا، سیر. نجد دویا bu yüzün tabine can. چطور از این صورت، yüz صورت، yüzün tabine جان، چطور تاب بیاره از این صورت و سیر بشه که bir ذره که bir ذره دوتر اول آفتابی، که یک ذره که bir ذره دوتر اول آفتابی، که یک ذره اون آفتاب رو در دلش جا میگیره. یعنی شما اگه به یه قطره آب رو بذارید میتونید داخلش اون آفتاب رو ببینید. البته اینجا یه معنی دیگری هم هستش که یه حدیثی هست از حضرت علی که میگه هر ذره که نگاه کنید خودش یک عالمی از یک جهانه. اینجوری هم میشه دید که داخل یک هر ذره‌ای میلیون ها و میلیارد ها ممکنه که اتم و مولکول و اینها وجود داشته باشن که بگردن. مثل داخل هر سلول میلیون ها سلول انسانی، میلیون ها دی ان ای و اینا وجود داشته باشه که مثلا بگن چه چی به چی هستش، میلیاردها، برای اینکه یک سلول، نیم سلولی از مرد با نیم سلولی از زن در رحم خانم به هم میپیوندند و این یک نیم سلول تبدیل به یک سلول میشن و اون وقت از این یک جهانی مثل انسان به وجود میاد که میرسه تبدیل میشه به گوشت و استخوان و پوست و مو و نمیدونم جگر و قلبه و روده و معده و چشم و سیاهی چشم و سفیدی چشم و ابرو و لب و دهان و دندان و همه اینها، ناخن و نمیدونم موی سر و موی بدن، و که موی سر و موی بدن و موی چشم و موی اینها هم بسیار متفاوت هستن، هم جنسشون و نوعشون، ولی همه از اون یک چیزی که در درونش بوده تبدیل میشه به این، ساخته میشه و هر کدوم در جای خودش. یهو مثلا چشم آدم در زانوش در نمیاد و زانو در سرش پیدا نمیشه. Gözüm aksin cemalünün görmezdir ihtimalen başı. Gözüm aksin cemalünün göremdir. Su içinde zi miskin murg abi. Sual buse şirindir لبندن. سؤال بوسه شیرین‌در لبندن. این که خودم بگم آقا یه بوس بده از لبت، خود این سؤال، این درخواست شیرینه. سؤال بوسه شیرین‌در لبندن، acıdır لن ترانیدن جوابی احتمالا باشه. خدا موسی به الله گفته که اجازه بده من تو رو ببینم، اونم گفته لن ترانی، نمیتونی منو ببینی. حالا اینجا میگه سؤال این به اون آیه اشاره میکنه، میگه که خود پرسیدن، این که اجازه بده من لب تو ببوسم یا اجازه بده من تو رو ببینم، به خدا داره این موسی رو داره میگه. اونجا هم بالا اشاره کرد موسی رو. این شعر رو باید دوباره برگردم بخونم یه بار دیگه. سوال میگه که اون خود سوال، این که خدایا خودتو نشون بده من ببینم. و حالا من دیشب اینو داشتم فکر میکردم، ببین این آیه امروز برام اومد، دیروز داشتم اینو فکر میکردم که وقتی پیغمبری که از طرف الله اومده، مثلا خودش مطمئنه که اللهی وجود داره اومده، اون به خدا میگه که خودتو به من نشون بده، میگه که نمیتونی بگی لیطمئن قلبی، برای اینکه مطمئن بشم خودتو، قلبم مطمئن بشه که هستی، خودتو به من نشون میده. و اون میگه نگاه کن به اون کوه، نگاه میکنه و آتیشی میفته تو اون کوه و اون کوه نابود میشه و میگه که
وقتی کوه نمیتونه تاب بیاره دیدن من رو، تو چطور میتونی تاب بیاری دیدن من رو؟ حالا اینجا به اون اشاره میکنه و من دیشب داشتم این رو فکر میکردم که وقتی پیغمبر الله در مورد الله شک میکنه، میگه به من خودتو نشون بده که قلبم مطمئن بشه، این حق منه که شک داشته باشه و تو شک دائما زندگی بکنم در مورد هستی تو. حالا این شعر به اونجا میرسه ولی برمیگردم اینه یه بار دیگه میخونم. سؤال بوسه شیرین در لبندن، آزی در لن ترانیدن جوابی. ولی جوابش که رد بکنی بگی نبوس لبم رو، این یه تلختر از اینی که موسی از خدا بخواد بگه خودتو به من بگه، اون بگه نمیتونی منو ببینی. دلارم صبر لعدم چاره اشگه. دلارم یعنی ای منم آرام دلم، دلارم صبر لعدم جان اشگه، چه عقلون یخ آنون نیله تابی. چه عقلین یخ آنو نیله تابی. آی و جن و کواکب yüzün örte. این بازم در رابطه با اللهه. آی و جن و کواکب yüzün örte. örtmek پوشاندن. yüzün ger götürürse nugabی. yüzün ger götürürse نگابی. دوییماق یعنی اشیتماق یا سیر شدن. دوییدی احمدی جور و جفایه، اینجا یعنی سیر بشه. دوییدی سیر شدن، دویماق. دوییدی احمدی جور و جفایه، جفا و جورون اوسیدی حسابی. اگر حسابی داشت، شماری داشت، عددی داشت جور جفای تو. خب یه بار دیگه این شعر رو بخونم چون آخرین شعر یک از این کتاب میخونم. نمشکل علم در اشکین کتابی، که ارمز فصل و بابی. که ارمز فصلی و بابی. اگر دانشته بو روحان olursa galur heyran okuyan bu kitabı. Nece doya bu yüzün tabine can, که bir ذره döner که bir ذره döter ol aftabi. Gözüm aksin cemalünün göremdir. Gözüm aksin cemalünün göremdir. Su içinde zi miskin مرغ آبی. سؤال بوسه شیرین در لبندن، آجی در لن ترانیدن جوابی. دلارم صبر لعدم چاره اشکه، چه اشکن یخ آنون نیله تابی. آی و جون و کواکب yüzün örte. yüzün ger götürürse nugabی. دوییدی احمدی جور و جفایه، جفا و جورون اولسیدی حسابی. دوباره برای آخرین بار این تاریخ کتاب رو هم بخونیم که یادمون باشه. اول کتاب خوندیم و آخرش هم باشه. کتبه و ذهبه العبد الضعیف النحیف المحتاج الى ربه اللطیف، حامدا لله و مسلیا علی نبیه احمد ابن حاجی محمود الاکسرایی. این احمد فرزند حاجی محمود اکسرایی این کتاب رو نوشت و تذهیب کرد. غفر الله لهما، که خود الله رحمتشون بکنه هر دوتا رو و گناهانشون را ببخشاید، که کتاب به این عمق معنایی و زیبایی در نوشتن و تذهیب و اینها رو برای ما به جا گذاشتن. کتابی که منی که با زبان ترکی آشنایی ندارم توانستم خطش رو بخوانم و با احساسات و کلمات اون آشنا بشم. اگرچه به خاطر این که من در زبان ترکی بسیار فقیرم و تعلیم و آموزش ندیدم، نتوانستم بسیاری از کلمات رو بخوانم و درک بکنم. ولی با این حال الله رحمتشون بکنه و گناهانشون رو بیامرزه.
جمله هستش احتمالاً و جماعت المسلمین اجمعین وقد فرغ من کتابت یوم الخمیس، روز پنجشنبه، فی الخامس شهر شوال مبارک عظیم، عظم الله قدره، در روز پنجشنبه روز پنجم شهر شوال، ماه شوال، فی عام، در سال 40 و 840 سال 840 تموم شد. در سال 840 روز پنجشنبه از پنجم ماه شوال این کتاب رو نوشته، تموم کرد. این نسخه نوشته، نه اینکه کتاب رو نوشته، کتاب رو ننوشته، نویسنده یه کسی دیگریه، این نسخه نویس هست. بسیار عالی. از این کتاب هم این همه خوندیم و 2 ساعت شد. چقدر زود گذاشتیم 2 ساعت. خیلی خوشحالم و منتدار الله تبارک تعالی هستم که این فرصت رو به من داد که برای یک بار دیگری زنده بودم و با یک اثر جاودانی زبان ترکی آشنا شدم. جالبه که دیروز یه ویدیو دیدم که اونجا هم بعضی از علمای ترک به نقطه‌ای که من رسیدم اونها هم قبل از من رسیدن و اون این که زبان ترکی عثمانی و حتی سلجوقی ترکی و حتی غزنوی ترکی بوده و این که الان به ما میگن که گفتن و باور کردیم که زبان عثمانی، این اصلا یک دروغ بیشرمانیه که بعد از حذف خلافت و حذف قانون اساسی مشروطه و تغییر پایتخت از استانبول به آنکارا و تغییر قانون اساسی و کودتا بر علیه مجلس قانون اساسی مشروطه و بر علیه مشروطه و بر علیه سلطنت و بر علیه عثمانی و بر علیه خلافت اسلامی، این دروغ رو هم گفتن که آقا عثمانی زبان دیگری بوده. چرا؟ برای همین الفبا رو عوض کردن که بتونن دروغ بگن. برای اینکه اگر انسان ها مثل من بتونن تلاش بکنن الان زبان ترکی رو الفبا رو بخونن، خب فرق میکنه، دنیا دیگه براشون خیلی فرق میکنه. خب و متوجه میشن که در یک جهان جهل و جاهلی 80 میلیون ترک در ترکیه، بیش از 40 میلیون 45 میلیون ترک در ایران، بیش از 10 میلیون ترک در آذربایجان، بیش از چند میلیون ترک در جمهوری‌های خودمختار داخل فدراتیو روسیه، فدراسیون روسیه و 10 میلیون ترک از در آسیا، در کشورهای عربی، در هندوستان و چین، 10 میلیون، احتمالاً 100 میلیون ترک دیگر در این مناطق اگر با این دروغ ها آشنا بشن، مهندسی جهل خود به خود میشکنه، زندان جهل پاره میشه، میشکنه، منفجر میشه و از داخلش بیرون میایم و با گلستان تمدن فکری و زبان ترک و اختراعات و اکتشافات و اراده ترک آشنا میشیم و اون وقت خودباوریمون به خودمون برمیگرده و مثل پدرانمون تبدیل میشیم دوباره به یک قدرت، دوباره به یک جهانی درست میکنیم برای ترک ها، از چین گرفته تا قلب اروپا، یک کشور ترک با این وسعت و عظمت انسانی و معادن و منابع و آزادی سفر و آزادی تجارت و آزادی زندگی و آزادی شما، چه چیزی رو نمیتونیم الان در همین سرزمین اون به دست بیاریم؟ به یک قدرتی تبدیل میشیم که آمریکا نمیتونه با ما رقابت بکنه، چین نمیتونه با ما رقابت بکنه، روسیه نمیتونه با ما رقابت بکنه. چرا؟ هم از نظر انسانی و هم از نظر جغرافیایی. الان من ویدیوهایی دیدم اخیراً، حتی این رو شیر کردم، دانلود کردم و دوباره آپلود کردم که همیشه بمونه، دوستان بتونن ببینن. من یه ویدیویی رو از یه خانم عربی در یکی از کانال‌های تلویزیون عربی دانلود کردم، گذاشتم در یوتیوب، نه در فیسبوک، در اینستاگرام، که دوستان این رو ببینید
اینجا ظاهرا به نقل از یک مجتمعی از کشورهای عربی سخن بر اینه که آقا این نقشه جغرافیایی که صلیبی ها و غربی ها کشیدن و به ما گفتن اینجا قاره آفریقا رو به قدری کوچیک کشیدن که به اندازه ایسلنده و ایسلند قاره آفریقا 14 برابر ایسلنده. روسیه رو به قدری بزرگ کشیدن که از قاره آفریقا خیلی بزرگه، مثلا تو نقشه حداقل 4-5 برابر قاره آفریقاست، در حالی که قاره آفریقا 4 برابر روسیه است. الجزایر به قدری کوچیک کشیدن در داخل این کوچیکی رو به ذهن ما دارن القا میکنن دیگه. آمریکا بزرگه، روسیه بزرگه، اروپا بزرگه. نقشه های فقط کشور الجزایر در آفریقا به اندازه 12 کشور اروپایی وسعت داره. ولی چی کار کردن؟ اومدن کشورهای مسلمان رو از چین گرفته تا اینجا رو به قدری کوچیک کشیدن، در مقابل این کشورهای اشغالگر رو به قدری بزرگ کشیدن که اون عظمت اونها تحت تأثیر عظمت چشمی باشیم. یعنی وقتی نقشه رو نگاه میکنیم چشممون و عقلمون بگه ما چقدر کوچیک هستیم در مقابل روسیه. این حقارت رو در نقشه به ما القا میکنن و ما از طریق نقشه هم خودمون رو حقیر حس میکنیم، در حالی که اگه ببینیم که مثلا کشورهای مسلمان، مثلا خود ترکیه به اندازه چندین برابر کشورهای اروپایی بزرگی داره، ولی در نقشه یه جوری کشیدن که خیلی کوچیکه. ایران امروزی، الاهواز، آذربایجان، ترکمن صحرا، قشقایستان، اینها رو اگر با کشورهای اروپایی مقایسه بکنیم، خود دریاچه ارومیه 5 برابر لبنان بزرگی داره. خود لبنان بیش از 4 کشور اروپایی شنگن، بگیم مثلا حالا بیا و نقشه اروپا رو به خاطر بیار کدوم کشورها اونجا هستش که اینها به اندازه 4 کشور. حالا خود آذربایجان جنوبی به اندازه احتمالاً 5 کشور اروپایی وسعت داره و جمعیتش هم همینطور. ولی ما چه کار شدیم؟ ما شستشوی مغزی شدیم، تو مهندسی جهل ما رو نگه داشتن. ما فکر میکنیم در هر جهتی که نگاه بکنیم، در نقشه، در کتاب ها، در دانشگاه ها، در مدارس، در فیلم ها، در سریال ها، در تکنولوژی، در صنعت، میگن ما خلق نکردیم. آقا وقتی بزرگترین توپ تاریخ بشر رو 500 سال پیش، 500 و چند 10 سال پیش، سلطان عثمانی در 10 روز، وقتی اولین توپ سلطان عثمانی رو برای فتح اسلامبول منفجر میکنن دشمنا، جاسوسان داخلی، در عرض 10 روز ریختگری رو در اونجا ایجاد میکنه و این توپ بزرگ شاهی رو میسازه و که قطرش خیلی بزرگ بوده و این دیواری که چند متر طولشه، قلعه دیوار مثلا فرض بکنید 10 متر طولشه، میزنه این توپ داغون میکنه و از اینجا آقا یه چنین تکنولوژی هایی ما داشتیم که 500 سال پیش بوده و بعد از اون تا جنگ جهانی اول ما زیردریایی ساختیم، ما هواپیمای جنگی ساختیم، ما ولی چی؟ یه کاری کردن که ما فکر کنیم ماشین ساخته عثمانی. نه اینکه فقط اونجا اتفاق افتاده، عثمانی رفتن کارخونه هواپیما سازی رو، کارخونه ماشین سازی رو، تمامی دستگاه ها رو کندن بردن به غرب، تمامی دستگاه ها رو، و کارخونه تخریب کردن. رفتن چاه نفت رو به نفت رسیده دوباره این رو بتون ریختن، بستن، گفتن آقا نفت وجود نداره، برای اینکه
ترک نباید دوباره قدرت مالی، سیاسی، اقتصادی، سرزمینی بگیره. خطره برای غرب. خیلی سخن زیاده. روزتون بخیر. امیدوارم که بیدار بشیم. امیدوارم برگردیم به کتاب‌هایی که پدران ما برای ما به ارث گذاشتن، با صنایع و تکنولوژی و سیاست و فلسفه و انسانیتی رو که پدران ما بهش اعتقاد داشتن، عدالتی که پدران بهش اعتقاد داشتن رو برگردیم، دوباره ارزیابی بکنیم، دوباره اعتماد به نفسمون رو برگردونیم، دوباره متحد بشیم، دوباره به یک ملت ترک در دنیا تبدیل بشیم، دوباره از چین تا غرب اروپا به یک کشور ترک تبدیل بشه که بتونیم بدون پرداختن، بدون گذرنامه، بدون پاسپورت، بتونیم از این سر دنیا بریم اونجا، هر کجا که دلمون خواست به راحتی بریم زندگی بکنیم. بزرگترین در 2 قاره‌ای که الان خودشون میگن، در 2 قاره میتونیم زندگی بکنیم. یعنی از چین که تقریبا منتهی الیه شرقی آسیا هست، تا غرب آسیا و تا اونجایی که فعلا غرب آسیا همون اروپاست. اینم دروغیه که قبلا بهتون عرض کردم. تا غرب آسیا که اروپاست بتونیم یک سرزمین تشکیل بدیم و یک ملت باشیم. میتونیم به شکل کنفدرال یا فدرال یه سیستم سیاسی قدرتمند با قانونگذاری قدرتمند داشته باشیم و بتونیم به ثروتمند و در رفاه زندگی بکنیم، در آرامش، و نترسیم از جنگ. ما هر لحظه میترسیم که کشورهای اروپایی جنگ جهانی سوم رو به راه بندازن و ما کشتار بشیم دوباره. ولی اگر به یک قدرت بزرگ تبدیل بشیم، هیچ کشوری جسارت نمیکنه به ترک‌ها حمله بکنه. این همون اتفاقی بود که قبل از جنگ جهانی اول به سر ما اومد. هندوستان از دستمون رفت. ایران امروزی که وجود داره از دستمون رفته بود. افغانستان، پاکستان امروزه جزء هندوستان بودن. اینها از دستمون رفت، افتاد دست چیزا. این کشورهایی که امروزه ترک‌های مستقل میگیم، اینها هم دست روسیه افتاده بود بخشیش، و کشورهای عربی هم که دست ما ترک‌ها بود، اینها هم تحت تأثیر پول و جادوی ثروت انگلیسی ها و جاسوسان انگلیسی و خیانت داخلی فراماسون های ترک به من شنیدم که در وقتی که این جاسوسان انگلیس در کشورهایی که امروزه کشورهای عربی نام میشه، در مناطق عربی امپراتوری عثمانی، خلافت عثمانی، ببخشید امپراتوری نگیم، این خلافت عثمانیه، در خلافت عثمانی اینها دشمنی ایجاد میکردن و میخواستن تحریک بکنن اینها به خاطر عربیت و اسلامیت بیان از خلافت اسلامی جدا بشن. یه تعدادی از حاکمان ترک، فرماندهان ترک فراماسون شده بودن و تحت امر انگلستان و آمریکا و فرانسه و نمیدونم آلمان و روسیه و اینها بودن. اینها هم در این کشورهای عربی میرفتن رؤسای قبایل عربی رو میگرفتن، بچه هاشون رو میگرفتن، زندانی میکردن، به زنانشون تجاوز میکردن، به دخترانشون تجاوز میکردن تا اونها رو بر علیه خلافت عثمانی و ترک‌ها بشورانند. ترک‌هایی بودن که خودشون رو به فروخته بودن بر ضد منافع ترک‌ها، خودشون رو با پول اندکی، با پول حال زیاد، خودشون رو فروخته بودن بر علیه منافع ترک‌ها، دیگر ملل رو بسیج بکنن، به غلیان بیارن. چطور تو میری رئیس قبیله رو زندانی میکنی به دخترش تا اونها بر علیه تو سلاح بردارن، یا میکشی رؤسای قبایل زنانشون رو یا دخترانشون رو که اونها سلاح بردارن و بگن خب ترک‌ها با این کار رو میکنن، خلیفه با این کار رو با ما میکنه، و بیان جدا بشن از آذربایجان، از ترک‌ها، از سرزمین، از زیر حاکمیت ترک‌ها بیان بیرون و حتی علیهش بجنگن. خیانت به این و اینها رو ما نمیدونیم، اینها رو به ما نگفتن.
یواش یواش یه تعدادی که بیدار شدن قبل از من در ترکیه هم بیدار شده های وجود دارن. من الان خیلی با اینا آشنا میشم، به خصوص در تیک تاک اینها رو میبینم، ازشون لذت میبرم، از صحبت هایی که دارن میکنن، مدارکی که رو میکنن، کتابایی که اینا هم مثل من شروع کردن به خوندن کتاب. و حتی من دیشب با یک مرکزی در مصر آشنا شدم، دیروز در مصر با یک مرکزی آشنا شدم که در اینجا یه رشته ای رو تأسیس کردن که میان رشته هستش و میان آرشیوها، کتاب‌ها نه، آرشیوهای دولت عثمانی رو میخونن و ترجمه میکنن. امیدوارم که یه روزی من بتونم جزو این گروه در بیام و بتونم آرشیوهای عثمانی رو بخونم و با اسناد دولت ترک آشنا بشم و با اسناد سری، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، توسعه یافتگی، تلاش برای توسعه یافتن، مدارس و دانشگاه‌ها و سیستم آموزشی و سیستم نظامی و سیستم اختراعات و اکتشافات و ساخت و صنایع و اینها هم آشنا بشیم. من الان فقط در یک بخشی از اون که کتاب‌ها هستش و کتاب‌های خاصی هم هستش که اینجا آپلود شده در این آذر کتابخاناسی دارم آشنا میشم. امیدوارم که به تدریج بتونم با کتابخونه‌های مختلف تماس بگیرم و ازشون کتاب‌های در رابطه با صنعت و تکنولوژی رو هم دریافت بکنیم و باهاش آشنا بشیم و بدونیم که ماها اینجوری که نبوده. یکی از دوستان داره تاریخ گذشته رو از ویدیوهایی که در جنگ جهانی اول تا الان ضبط شده هی داره بررسی میکنه و از اینها ویدیوهایی که نشون میده دروغ‌های غربی ها رو و دروغ‌هایی که ما باور کردیم و این جهان مهندسی شده جهل رو داره نشون میده. خیلی عالیه، خیلی عالیه. به هر حال بیش از 1 ساعت و 10 دقیقه هست، الان فکر می‌کنم 2 ساعت و 10 دقیقه 17 دقیقه هست. همینجا قطعش بکنیم. روز خوب، روزگار خوب رو براتون آرزو میکنیم. اما روز خوب و روزگار خوب زمانی خواهد رسید که ما بتونیم از مهندسی جهل خارج بشیم. تا زمانی که در درون مهندسی جهل گیر افتادیم، روزگار خوبی نخواهد بود و ما قربانیان